اصلا دودر جان چی خیلی؟ اتاد کنی؟ همجا؟ السلام علیکم. سلام علیکم. شما نازه کرد اینجا؟ سلامتی نازه؟ کارکاتون خوبه؟ او دخترچه‌تون وجود داره که شدی قهوه کردم نفهمیدین چیه؟ خوبه که سوزین تینجین سلامتی نازه؟ شکرم. چی خیلی دودر جان سلام کردی؟ اکا شما نازه سوزین سلامتیتون خوبه؟ شما تینجین؟ رحمت اکا جان رحمت. سلامتی سو؟ شکر اکا جان. ما همین مسئله فرزندتون کتی اومدیم اکا. تینجی بود؟ همون بیلال جان کتی. یا پولچو کنیم بعد؟ نه رحمت اکا جان من میرم من خواستم همین شما رو اکا این نزدیک صحبت کنم اکا. خیلی کنم. حاضر اکا همین من تلفنش گرفتم اکا. همین تلفن فرزند شما. باور کنید اکا همین یک ماه آخره که چند ساعت درسی که در یک هفته هست این فقط تلفن کدی بازی میکنه خوشش در تلفن کارش با همین تلفن معلم ها شکایت کردن من گفتم من این مسئله رو میبینم این همین راستی گفت 2 روز پیش قبیده میشه با تلفن اکا همین تلفن آدم رو همش هم بی‌سواد کردگی بله اگر این درست استفاده بری خوبه اکا جان نه که خیلی که نادرست استفاده بری با فقط بازی و انا تلفنش گرفتم اکا دیرکتر خواهش کرد که ما یک دعوت کنیم شما را ما گفتیم اکا آبرو دارن در نزد دیگران کمتر به حرمتی میشه مقصد اکا از فریادش کننده سوادش بسیار بسیار سسته در سطح پسته همینجا هسته اکا جان دعوتش کنیم عمر جان اما اکا تا فریاد کو بیا بچه سوادش بسیار سطح پست ایستادگی اکا بله بله حوزی میسان جو کو بینیم اکا جان شاگرد خیلی سازی اینجا شین دودر جان اینجا شین با سر تو ماند شین خوبی من گفتم در مکتب که من از پدرت میروم بله کجا بودی انا دیدی فوتبال اکا فوتبال هم خوبه ورزش خوبه لیکن آخه هم در ورزش هم من تو را چند بار گفتم که در کتاب بخوان که من این آزمونایی که هسته اشتراک کنی مایلش خیلی نشه در برابر سطح پس بودن علم و معرفت و دانشش با من همین تلفن من گفتم پدر دو میبرم اینو آوردم اکا بچه جان ما تو را گفتیم که تلفن بد است نگی و روزی در روز میگه تلفن بازی کرده شده درس رو یکم چه تیار نمیکنه ها سواد میگه بسواد است بازی خودت سواد سوزه بچه بابا ما کتابای بدیهی میخونم ای شاگرد کتابای بدیهی میخونی یکان دو تا زن آخه میخیزونم درس جواب دادن نمیتونی کو خب معلم یاد سی سوالش تو که ببینیم سوالش چیه سوال داره شاگردی عزیز استاد ابو عبدالله رودکی کی بود بگو اگه نه مولوی عبدالرحمن جامی کی بود ابوالقاسم فردوسی کی است بگو نکن کپوخی نمیدونم لایق شیرالی کیه نمیدونم اوکی بعد میگه که من سوال دارم خیر اکا جان یک سوال دیگه میتونم من شاگرد گوش کن نه گوش کن سروسی من شب صدرالدین عینی استاد کی است پدر سوالتون سوال بود سوال میت معلم مایلش اگه عقیده داره مایلش بخه کیست ها بخه بخه من نمیدونم بخره تخه کیست ما کجا میدونم تخه کی بخه ما کجا دارم شوری که دودر شاگرد سخه کیست بین نمیشناسم من یارو شاگرد شما جورای من ندارم من کجا جورش ما میدونم